قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخی قدیم عصر میانه و دوره نو، گفتاری 55. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق‌های آسیا میانه در هیئت خلافت عرب، از پا افتیدن دولت ساسانیان. نرشخی درباره نهضت مقنع سخن رانده، نسبت به پیشوای شورش نظر دشمنانه داشتن خود را روی راست قید کرده است. این طریقه رفتار نمودن نسبت به مقنع برای همه مورخان فئودالی خاص می باشد. سبب اساسی مورد اعتراف عامه قرار گرفتن تعلیمات مقنع در این بود که این تعلیمات برطرف نبودن نابرابری مالی و ملکی را طلب کرده بر ضد حکمرانی اصطلاحکاران عرب نگرانیده شده بود. دیری نگذشت که جنبش مقنع به یک شورش بزرگ آشکارا مبدل گردیده در مدت کوتاه تمام ماوراءالنهر را فرا گرفت. ستاد شتاب شورشچیان در دهه نرشخ نزدیکی بخارا واقع شده بود. حاکم بخارا حسین ابن معاذ تمام قوه حربی خود را که اساساً از عربها عبارت بود جمع کرده، با همراهی دسته های اعیان و اشراف بخارا به مقابل شورشچیان حرکت نمود. در ماه اپریل سال 776 در نزد دیوار دهه نرشخ بین قشون عربها و طرفداران مقنع محاربه شدیدی به میان آمد. شورشچیان شکست خورده 700 نفر از پیروان مقنع سری خود را در راه طلب آزادی‌خواهی قربان کردند. لیکن این غلبه عربها وضعیت را به طور اساسی تغییر دادن نتوانست. به زودی شورش باز با قوه تازه سر زده، قیام کنندگان موضعهای اطراف بخارا را به تحت تصرف خود درآوردند. خلیفه مهدی چون دید که شورش تاریخ وسعت پیدا می کند، برای پرقوت کردن مبارزه ضد نهضت مقنع در یک صورت تعجیلی از بغداد به نیشاپور آمد و به امیر خراسان فرمان داد که برای کمک حاکم بخارا فوراً قوه علاوگی فرستاند. سردار قشون امدادی از خراسان فرستاده عربها جبرائیل ابن یحیی مدت دور و دراز نرشخ را در حالت محاصره نگاه داشت، ولی از این نتیجه حاصل نشد. شورشچیان با حمله های پی در پی خود قوه حربی جبرائیل را چنان ضعیف کردند که او دیگر بدون قوه علاوگی جنگ را دوام داده نتوانست. در همین وقت قشون 7000 نفره خلیفه از بلخ رسیده آمده باشد هم، ولی سرداران آن موفقیت های شورشچیان را دیده حتی برای داخل شدن به محاربه جرأت نکردند. نهایت قوه احتیاطی امیر خراسان که می بایست نفرات قشون به ماوراءالنهر فرستاده خلیفه را 2 برابر می افزود به امداد آمد، اما این هم ثمره نبخشید. شورشچیان این قوه حربی عربها را هنوز در راه ماوراءالنهر به کلی تارمار نمودند. وضعیت جبرائیل ابن یحیی نهایت درجه پرخطر گردید. راه علاقه او از بلخ و مرو بریده شد. جبرائیل تمام قوه و تکنیک حربی در اختیار خود داشته‌اش را به گرفتن استحکام نرشخ که در اینجا قوه اساسی شورشچیان جمع شده بود روانه کرد. قشون عربها 4 ماه بیهوده نرشخ را محاصره نمود.
در آخر هر دو طرف که از زد و خوردهای متصل خیلی خسته شده بودند، برای صلح کردن داخل مذاکرات گردیدند. سرداران قشون عرب ها در وقت بستن معاهده صلح یکی از راهبران شورش را خیانتکارانه کشتند. آنها امیدوار بودند که به این واسطه شورش را بی سر کرده مقصد را به دست خواهند آورد، ولی این کار آنها نتیجه عکس داد. کشته شدن یک نفر از راهبران شورش مقاومت شورشیان را چندین برابر زیاد کرد. سرچشمه های تاریخی عرب تصدیق می کنند که آخر الامر شورشیان نرشخ مغلوب شدند، لیکن در عین زمان شورش بیش از پیش وسعت یافته ناحیه های تازه آسیای میانه را فرا می گرفت. این آغاز مرحله دوم مبارزه بود. اگر در مرحله اول بعضی گروه های اشرافیه سوخت از نهضت مقنع پشتیبانی کرده باشند، پس در مرحله دوم آنها از ترس وسعت جنبش خلق کاملا به طرف خلافت گذشتند. اما طبقه های وسیع برزگری سوخت تا رفت بیشتر به صف مبارزان داخل می شدند. سفید جامگان، پیروان مقنع، صاحبان ماوراء النهر می گردیدند و بوستان امیرالمؤمنین خراسان و ماوراء النهر را با این نام یاد می کردند و یک مملکتی از خلافت عرب مستقل تبدیل می یافت. خلیفه مهدی قایم مقام خراسان را به ناعهده برایی عیبدار نموده معزول کرد و به جای او معاذ ابن مسلم را به سر حاکمیت آورد. معاذ ابن مسلم در سال 778 در نواحی بین بخارا و مرو قشون زیاد جمع نموده به کمک قشون عرب ها که در نزد سمرقند از دست شورشیان به احوال بس دشوار افتاده بود روان شد. لیکن این لشکرکشی معاذ ابن مسلم نیز با وجود آنکه از طرف اشراف محلی خیلی حمایت میدید با شکست ننگین انجام یافت. شورشیان در دشت نزد پیکند به لشکر معاذ روبرو شده به آن چند ضربه سخت وارد آوردند. در نتیجه این معاذ ابن مسلم حرکت خود را به سمرقند دوام داده نتوانسته به طرف بخارا میل نمود. فقط در سال آینده به خشونهای خلیفه میسر گردید که سمرقند را ضبط نمایند. با همین مرحله سیوم و آخرین مبارزه سر شد. در این وقت قوه‌های اساسی شورشیان در قلعه کوهی صنم نزدیکی کیش جمع آمده بودند. معاذ این قلعه را محاصره نمود، ولی به زودی مجبور شد که از محاصره دست کشد. مورخان عرب تصدیق می کنند که سبب از محاصره دست کشیدن معاذ رسیدن فصل زمستان بود، لیکن سبب اساسی این شاید به ضربه سختی دسته های مقنع دچار گردیدن او باشد. به زودی پس از این واقعه از منصب قایم مقام خراسان دور کرده شدن او و از طرف خلیفه تعیین گردیدن شخصی دیگر این فکر را ثابت می نماید. چنانکه نرشخی می گوید معاذ ابن مسلم 2 سال تمام بر ضد مقنع مبارزه بود. والی نوی خراسان مسیب ابن زهیر هم از جهت لوازمات جنگ پر تأمین بودن و هم خیلی زیادتر عسکر داشتن خود را استفاده برده به طفیل همین افضلیت کلان خود بعد زد و خوردهای خونین دور و دراز توانست مقابلت عامه های خلق را که به آن مقنع راهبری می کرد برطرف نماید. تابستان سال 780 قشون عرب ها قلعه را که مقنع در آنجا اقامت می نمود ضبط کردند و از مدافع کنندگان قلعه هر کسی که به دستشان افتاد به قتل رسانیدند. اما خود مقنع تسلیم شدن نخواسته خود را به قتل رسانید. پس از مرگ او نیز در ظرف چندین سال شورش‌های جداگانه سفید جامگان در محل‌های مختلف آسیای میانه به عمل می آمدند. در آن سال‌هایی که مردم ماوراء النهر در راه استقلالیت خود مبارزه می بردند، خلافت عرب از پر اقتدارترین دولت‌های آن زمان حساب می شد. مبارزه‌ای که اهالی این سرزمین در تحت بیرق مقنع
سالهای بسیار با چنین یک دولتی مقتدر بودند درباره دلاوری و آزادی دوستی خلقهای آسیای میانه باز یک مثال درخشان است. چنانکه مداومت و متشکلی این مبارزه نشان می‌دهد، مقنع راهبری خیلی با استعداد حربی و سیاسی بود که خلق را به جنگ ضد استیلاکاران اجنبی و ظالمان محلی تشویق و روح بلند می‌کرد. در خاتمه همین را هم باید گفت که شورش‌های خلقی دوره خلافت عباسیان از شورش‌های زمان حکمرانی اموی‌ها فرق کلانی داشتند. شورش‌های خلقی در دوره اموی‌ها اساساً بر ضد حکمرانی اجنبیان روانه شده. به این شورش‌ها عادتاً اعیان و اشراف محلی سرداری می‌کرد. اما در دوره خلافت عباسیان ما تماماً یک وضعیت دیگری را مشاهده می‌کنیم. در این دوره عامه خلق نه فقط به مقابل عباسیان بلکه بر علیه حامیان آنها یعنی اعیان و اشراف محلی نیز سر می‌برداشتند. نهضت مقنع نهضت طبقه های زحمتکش اهالی و قبل از همه برزگران بوده. یکی از رویه های اساسی آن را مبارزه بر ضد اسارت بیش از پیش قوت گیرنده فئودالی تشکیل می‌کرد. این است که شورش مقنع در تاریخ خلق‌های آسیای میانه اهمیت بزرگی را در بر کرده است. هرچند شورش‌های خلقی شکست می‌خوردند، برای فعالیت عامه زحمتکش را انکشاف داده، روح اسارت ناپسندی و آزادی دوستی خلق‌های آسیای میانه را تربیه می‌نمودند و یک درجه دست استثمارگران فئودالی نو بروی کار آماده ایستاده محلی را کوتاه می‌کردند. انجام پروسس تشکل خلق تاجیک و سازمان دولتی او، دولت طاهریان، صفاریان و سامانیان، عصرهای 9 و 10. تاریخ سیاسی عصرهای 9 و 10. قوت گرفتن اشراف فئودالی محلی. شورش‌های پی در پی خلق‌های ماوراءالنهر که از زمان مورد اصطلاح خلافت قرار گرفتن آسیای میانه سر کرده به مقابل حکمرانی عرب‌ها دوام می‌نمود، پس از خوابانیدن شورش مقنع هم قطع نگردید. در سال 806 شورش بزرگی با سرداری رافع ابن لیث به عمل آمد. شورشیان قایم مقام خلیفه را در سمرقند به قتل رسانیده مدتی چند وقت شهر را به دست خود گرفتند. در این شورش خصوصاً اهالی فرغانه، خوجند، بخارا، استروشن، خوارزم، چغانیان و ختلان فعالانه شرکت نمودند. ترک‌های بادیه‌نشین هم به کمک شورشیان آمدند. این شورش کلان خلق در سال 810 فرو نشانده شد و این هم فقط همان وقت به عرب‌ها میسر گردید که سردار شورشیان رافع ابن لیث در نازکترین لحظه مبارزه خیانت کرده به طرف دشمن گذشت. در سالهای من بعد گاه در سوخت، گاه در استروشن و فرغانه شورش‌های نو و وقوع می آمدند. این همه شورش‌ها گواهی می دادند که قایم مقام‌های خلیفه ماوراءالنهر و خراسان را فقط با قوه اسلحه در سر اطاعت نگاه داشتن نمی توانند. اداره کردن این مملکت تنها همان وقت به آنها ممکن می شد که اعیان و اشراف محلی را هرچی بیشتر به کارهای دولتی جلب نمایند. عباسیان با راه بیش از پیش به امور اداره دولت کشیدن نمایندگان اشراف محلی نیت داشتند که جد و جهد آنها را برای استقلالیت سست نموده در مبارزه به مقابل شورش‌های خلق و آنها تکیه کنند. بنابراین از وقت حکمرانی خلیفه ابو جعفر المنصور 754-775 سر کرده، در زمان وارثان او خلیفه مهدی 775-785 و هارون الرشید 786-809 ولایت‌های گوناگون ماوراءالنهر را
اساساً نمایندگان اشراف فیادالی محلی در نوبت اول وزیران نسل برمکی ها و سامانیان اداره می کردند. ولی این تدبیر باعثی در آسیای میانه مستحکم شدن حاکمیت خلافت نگردیده، برعکس شرایط و امکانیت های مساعدی از تحت حکمرانی عرب ها آزاد شدن این سرزمین را خیلی انکشاف داد. در همین وقت در ایران و آسیای میانه نهضتی ضد عربی، ایران پرستی و اصطلاح شعوبیان بسیار وسعت پیدا نمود. از میانه های عصر نو شعوبیه اساسی ایدئولوژی نهضت خلقی ضد خلافت می گردد و بیشتر در محیط دیهات پهن گردیده بود. شعوبیه در بین دایره های معرفتناک اهالی محلی که با هر وسیله برتری مدنی خود را نسبت به عرب ها تأکید می کردند نیز شهرت معینی داشت. در عین زمان فعالیت آن گروه های اشراف محلی که به اقتدار خود باوری داشتند برای کاملا به دست در آوردن حاکمیت و مستقل شدن از خلافت عرب سعی می کردند روز از روز قوت می گرفت. هارون الرشید در شخصیت برمکی ها بیش از پیش پرقوت شدن تأثیر اقتصادی و سیاسی اشراف غیر عرب را دیده و از آن خوف خورده امر کرد که تمام نمایندگان خانواده برمکی ها را به قتل رسانند. وی با مقصدی به تکیهگاه خود تبدیل دادن روحانیان اسلام موقع آنها را خیلی بلند برداشت. او زمین‌های زیادی را به روحانیان تقسیم کرد. در برابر این وی سیاستی به طرف خلافت کشیدن اعیان و اشراف محلی را نیز دوام داد. اما محو کرده شدن نسل برمکی ها که مدتی 50 سال چی در خلافت و چی در بین اهالی محلی نفوذ و اعتباری بزرگی داشتند نسبت به اداره کردن ولایت‌های شرقی سیاست خلافت را تغییر نداد. ولایت‌های شرقی همانا مانند اوله با یاری نمایندگان اعیان و اشراف زمیندار محلی اداره می شدند. موقع این اعیان و اشراف مخصوصاً از سال 821 یعنی وقتی که در خراسان و ماوراء النهر سلاله های محلی اولاً طاهریه و ثانیاً سامانیان به سر حکومت نشستند خیلی پرقوت گردید. طاهریان سالهای 821 873 نیاگان طاهری ها شهر فوشنج ولایت هرات را در دست خود نگاه می داشتند. سرسلسله این خاندان حاکم فوشنج طاهر ابن حسین بود. در وقت قایم مقام خراسان بودن مأمون که بعدتر به مسند خلافت رسید، طاهر در دربار او نفوذ و اعتباری کلان پیدا نمود. سال 811 در جنگ بین دو برادر یعنی وارثان هارون الرشید امین و مأمون در تلاش حاکمیت طاهر لشکر مأمون را سرداری کرد. او در سال 813 بغداد را ضبط نموده برای به تخت خلافت صاحب شدن مأمون به طور جدی کمک رساند. پس از چند وقت در بغداد سردار تمام قوه حربی خلیفه بود و بعد از آن در سال 821 حاکم خراسان تعیین گردید. طاهر مملکت خراسان و ولایت‌های آسیای میانه را همچون حکمران مستقل اداره می‌کرد. و در سال 822 حتی فرمان داد که در خطبه نماز جمعه نام خلیفه را یاد نکنند. این با بغداد قطع علاقه کردن او را افاده می نمود. پس از چند روزی این واقعه طاهر وفات نمود. نسبت به این مرگ ناگهانی طاهر چنین فکری موجود است که او را جاسوسان خلیفه زهر داده کشتند. اگرچند طاهر میل تماما آشکاری مستقل شوی داشت، خلیفه مأمون به حاکم خراسان پسر او طلحه را 822-828 تصدیق نمود. پسر دیگری طاهر عبدالله
830 844 در هیچ صورت خود را مطیع خلافت ندانسته خراسان را با اختیار خود اداره میکرد. در زمان او قرارگاه طاهریان شهر نیشاپور گردید. خلیفه معتصم سالهای 833 842 عبدالله را خیلی بد میدید، ولی برای سرکوبی و مطیع کردن او هیچ یک چاره و امکانیتی نداشت. کوششی به واسطه زهر هلاک ساختن عبدالله هم قرار نگرفت. طاهری ها برای تشکیل کردن حکومت متمرکز قوی و به ترتیب انداختن امور زراعت تدبیرهای قطعی پیش بینی نمودند. آنها طریقی بهتر استفاده بردن آب را جاری کرده نهر و کانال های نو ساختند. موافق سپارش عبدالله مشهورترین قانوندان های مملکت قاعده و میزان بهره‌بری آب را در کارهای زراعت تحت مطالعه قرار داده کتابی در این باره تألیف نمودند که مدت 200 سال در حل مباحثه و ماجرای ساحه آب و آبیاری همچون دستورالعمل خدمت کرد. نامه طاهر ابن حسین به پسرش عبدالله محفوظ مانده است. در آن به طریق پند و نصیحت مسئله های دولتداری، مناسبت با فقرا، اصول های اندازگیری و امثال این بیان یافته است. طاهر به پسرش نصیحت می دهد که انداز را از روی عدل و انصاف بگیرد و از آن نه بایها و نه نزدیکانش را آزاد نکند. اصلی معنی این مواظبت در خود نامه روشن افاده شده است. بدان که ثروت درآمد نمی آورد، اگرچه فزون باشد و در خزینه بماند، ولی برعکس می فزاید و زیاده تر می گردد وقتی که به ضرورت فقرا برای ادای حق آنها و از تشویش آزاد شدنشان صرف شود. رفاه حال خلق با همین واسطه تأمین می گردد. حاکمان را این زیب می دهد. شکوفانی دوران از همین است. شهرت و قدرت را همین می بخشد. در عین وقت تو به شرافت این برای جمع آوری مقداری لازمه اندازه زمین امکان می یابی و بایگری تو افزون می شود و این طریقه تو قوه پیدا می کنی تا برای خود قوشون نگهداری و به مردم دستی سخاوت خود را باز نموده همه را از خود شاد گردانی. طاهر اینجا همچون حمایه کننده منفعت صنف خود برآمد کرده، در عین زمان چون شخصی که بجز خانه خراب کردن و از اقتداری پرداخت مالیات محروم نمودن دیگر نفع نداشتنی ظلم و استثمار مردم را میفهمید به نظر می نماید. او محض از روی منفعت‌های صنف خود به استثمار عاقلانه دعوت می کند. عبدالله هم وصیت‌های پدر خود را تا اندازه در عمل تطبیق نمود. عبدالله این چنین کوشش نمود آن خودسری‌هایی را که در محلها زمینداران کلان و مأموران دولت نسبت به برزگران روا می داشتند تا حد امکان محدود گرداند. او فرمانی مخصوص برآورده احوال برزگران را قدری به سامان آورد. خدا رزق ما را با دست آنها می رساند گفته می شد در فرمان عبدالله. به زبان آنها ما را تبریک می کند و رنجانیدن آنها را منع کرده است. خود از خود معلوم است که عبدالله یک شخصی حمایه کننده منفعت برزگران نبود و فقط منفعت زمینداران کلان و بازرگانان را در نظر می گرفت. او نرنجانیدن زراعت کنندگان را تنها از همین سبب طلب می کرد که بدون این به طور معمولی داخل شدن مالیات به خزینه دولت ممکن نبود. وضعیت اهالی و خصوصاً برزگران در زمان طاهری ها نیز خیلی وزنین بود. آنها از طرف زمینداران کلان سخت استثمار شده در همین حال مجبور بودند که به دولت اندازهای از حد زیاد بدهند. چنانچه در سال 844 مبلغ مالیاتی که از برزگران ستانیده شده بود 48 میلیون درهم را تشکیل می کرد. شورش برزگران سیستان قریب هیچ قطع نمی شد. طاهری ها برای معمول گردیدن دین اسلام کوشش کرده چنین نیت داشتند که روحانیان اسلام را
در بابت سیاست مرکزیت دادنی دولت به تکیهگاه خود مبدل نمایند. در عهد طلحه طاهری در اوستروشن که آیین زردشتی نسبتاً بیشتر محفوظ مانده بود نیز دین اسلام جاری کرده شد. عبدالله طاهری در سال 840 به تشکیل مرافعه جنایتی بر افشین سابق اوستروشن حیدر که پس از قبول کردن دین اسلام یکی از سرداران حربی خلیفه معتصم گردیده بود مساعدت نمود. افشین حیدر در وقت محاکمه به آن گناهکار کرده شد که او برای پنهان داشتن اصلی مقصد خود دین اسلام را قبول کرده در عمل برای شورش اوستروشن در طلب استقلال و آیین قدیمه تدارکات میدید. هنگام مرافعه سود معلوم گردید که اوستروشنی ها فقط در ظاهر دین اسلام را قبول کرده اند اما در عمل به پیروی آیین قدیمه خود دوام میدادند. دولت طاهری ها به مقدار زیادی عملداران با ثبات احتیاج داشت. از اینجاست که عبدالله کوشش میکرد نظر به دوره گذشته دانش و آموزش را بیشتر دسترس عامه وسیع اهالی گرداند. عبدالله نیز مانند پدر خود شاعر بود. برادرزاده او منصور که مرو، آمول و خوارزم را اداره میکرد با اثرهای فلسفی خود شهرت پیدا کرده بود. پسر عبدالله طاهری دو 844-862 سعی می کرد که در هر بابت به پدرش تقلید نماید. عموماً زمان حکمرانی عبدالله و طاهر را می توان آغاز احیای مدنیت محلی نامید، اما این پروسس خیلی مرکب و اختلاف آمیز بود. گپ در سر این است که خودی نمایندگان سلاله طاهریان خصوصاً عبدالله ابن طاهر به مدنیت عرب و تمام ظهورات آن اخلاص داشتن خود را با اصرار تأکید می کردند. در عصر 9 و ابتدای عصر 10 در ایران جماعت‌های زردشتی نشأت پیدا کرده. محض در همین وقت چنین اثرهای زردشتی از قبیل بوندهیشن و دینکارت اینچنین یک قطار تألیفات غیر دینی به وجود می آیند. طاهریان همه این را به اعتبار نگرفتن نمی توانستند، خصوصا که از جهت سیاست دشمن اساسیشان خلافت عباسی بود و خود آنها به همان ولایت‌های تکیه می کردند که اکثر اهالیشان ایرانی زبان بودند. محض از همین سبب طاهریان به شاعران علل خصوص معتقدان شعوبیه اجازت می دادند که آنها را با پادشاهان و قهرمانان ایرانی پیش از اسلام قیاس کرده ستایش نمایند. در دربار طاهریان در قطار زبان عربی زبان فارسی هم مستعمل بود. در مرو کتابخانه‌ای وجود داشت که اثرهایی به زبان پهلوی نوشته شده نگاه داشته می شد. باید اعتراف نمود که رول بزرگ را در ترقی مدنیت محلی نه طاهری ها بلکه صفاری ها بازیدند. شما گفتار 55 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجمقلوف کارگردان شیرالی نغزلی.